سلام دوستان، محمودم و با یه ویدیو آموزشی فوق‌العاده مهم و کاربردی همراهتون هستم. امروز میخوام روش گرفتن بلیت حمل و نقل 1 ساله استان توسکانی رو بهتون آموزش بدم که با این بلیت میتونید بر اساس قانون فعلی استان توسکانی از تاریخ 1 نوامبر 2023 یا هر تاریخی که بعد از 1 نوامبر باشه تا تاریخ 20 جولای 2024 از اتوبوس و تراموا بدون نیاز به خرید بلیت استفاده کنید. اما قبل از اینکه آموزش رو شروع کنم ازتون میخوام برام کامنت کنید که آیا سنتون کمتر از 26 یا بیشتر از 26 ساله. در انتهای این ویدیو توضیح میدم که چرا این سوال اینقدر مهمه و همینطور حتما زنگوله پایین صفحه رو بزنید و کانال رو سابسکرایب کنید و به هم روحیه بدین تا ویدیوهای آموزشی بیشتری براتون بسازم و اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید. خب حالا میریم سراغ آموزش. کروم رو باز میکنم، گوگل و سرچ میکنم shop.at bus.it و سایت رو باز میکنم. اگر اولین باره که دارین وارد میشید باید اینجا بزنید register qui. تو این قسمت باید ایمیل و همینجور یه پسوردی رو برای خودتون مشخص بکنید و مجدد داخل این قسمت باید پسورد رو تکرار کنید و این دوتا گزینه رو تایید رو میزنید و بعد از اون روی گزینه کانفرما در اینجا برای شما یه دونه ایمیل میاد. داخل اون ایمیل یه کد هست، اون کد رو باید اینجا وارد بکنید. این رو برمیدارم و میام اینجا پیستش میکنم، وریفیکا رو میزنم. خب شما وارد این صفحه میشین. این صفحه در واقع کارتابل شما داخل سایت اتباسه و در اولین قدم باید شما بیاید و تایید هویت یا همون احراز هویت بکنید. برای این میایید روی این آدمکه و هم گزینه اولی میزنید. اینجا باید کدیش فیسکالتون رو وارد کنید. من کدیش فیسکالم رو وارد میکنم و تایید. تو این قسمت باید اطلاعات هویتیتون رو وارد کنید. نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد که برای همه ما میشه ایران، جنسیت، تو این قسمت ملیت که برای همه ما میشه ایران، شماره موبایلتون داخل ایتالیا. در این قسمت باید آدرس محل زندگیتون رو وارد بکنید که میشه خیابون. این قسمت میشه اون شهری که هستید. به عنوان مثال من فیرنزه رو انتخاب میکنم. کمونه ای که زیر مجموعهشه کمونه همون فیرنزه میشه. اگه شهرهای اطراف هستید مثل پیستو یا پراتو یا جای دیگه و اون رو وارد کنید. توی این قسمت باید کد پستی خونتون رو وارد بکنید. من این تیک رو میزنم به این معنی که جایی که زندگی میکنم یا اقامت دارم همون جایی که باهاش رزیدنسا دارم. گزینه کانتینیو رو میزنم. این قسمت شما باید مدارکتون رو آپلود بکنید. اینجا چیزی که از شما میخواد کارت آیدنتیتی، یعنی پشت و رو و همچنین کارت مربوط به بیمتون. از اونجایی که تقریبا ما هیچ کدوم از اینها رو نداریم یا نهایتا فقط ما یه دونه کارت بیمه داریم، توی این قسمت شما باید پاسپورتتون، صفحه اول و دوم پاسپورت، توی این قسمت ویزاتون رو باید آپلود بکنید و توی این قسمت اگر کارت بیمه دارید کارت بیمتون، اگر ندارید باید یه مدرکی رو آپلود بکنید که کدیش فیسکالتون رو نشون بده. به عنوان مثال خود همون برگه کدیش فیسکاله براشون کافیه که من الان اینا رو دونه دونه آپلود میکنم و بعد از اون روی این گزینه کلیک میکنیم و یک ایمیلی برای ما میاد به این شکل که نوشته شده مدارک شما مورد بررسی قرار میگیره. اگر همه چیز تایید بشود تا 2 روز آینده اکانت شما فعال میشه و بعد از 2 روز شما یک ایمیلی دریافت میکنید که داخلش نوشته شده که اطلاعات شما تایید شده و شما میتونید وارد اکانتتون بشید. بعد از اینکه اکانت ما فعال شد ما برمیگردیم و میایم روی این دفعه روی این گزینه که در اینجا قرار داره میزنیم و گزینه استودنت رو انتخاب میکنیم. در این قسمت باید دانشگاهمون رو اینستیتو یونیورسیتاریو و در این قسمت باید اسم دانشگاهمون رو وارد بکنیم که یونیورسیتا دلی استادی دی فرنزه. در این قسمت باید شهر مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم که من اینجا فیرنزه رو انتخاب میکنم. اگر بچه ها میخواین داخل پراتو یا شهرهای دیگه این تخفیف رو بگیرید و اون شهرها رو انتخاب بکنیم. من فیرنزه رو انتخاب میکنم و اینجا هم اون کمونه ای که مربوطه میشه
توی کمونه فیرنزه ویا میزنم. پس از این دوباره یک ایمیلی شما دریافت میکنید که مجددا نوشته شده که اطلاعاتی که وارد کردین مورد بررسی قرار میگیره و تا 2 روز آینده جوابش برای شما میاد و بلیت شما در واقع فعال میشه. بعد از گذشت ماکسیموم 2 روز دوباره یک ایمیل دریافت میکنید که نوشته شده که اطلاعات شما تایید شده و الان شما میتونید برید و بلیتتون رو بخرید. مجددا میایید داخل سایتمون و روی گزینه و فیرنزه اوربانو اگر دقت بکنید اینجا دقیقا یه گزینه دیگه ای بهش اضافه شده که اینجا یه بلیتیه که نوشته شده از نوامبر 2023 تا لولیو 2024 همون جولای 2024 مبلغ 50 یورو و شما میتونید این رو روش کلیک بکنید و این رو بخرید. من چون قبلا این رو خریدم دیگه نمیتونم اینجا الان مجدد این رو بخرم و بعد از اون بلیط شما هم داخل این قسمت میاد و به نمایش گذاشته میشه. همچنین یه ایمیلی برای شما میاد به این شکل که داخل اون نوشته شده که پروسه با موفقیت به پایان رسیده و بلیط شما هم به این ایمیل اتچ شده که شما میتونید این رو از اینجا دانلود بکنید. هر وقت مأموری اومد جلوتون رو گرفت این رو بهش نشون بدید، یه دونه بارکد داره، اون بارکد رو اسکن میکنن و تموم میشه. حالا نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که اگر شما کمتر از 26 سال سنتون باشه تمام این مراحل رو میتونید انجام بدید و این بلیط رو دریافت کنید. اما اگر که سنتون بالاتر از 26 سال هست باید حتما رزیدنسا داشته باشید و اون کمونه مربوطه شما رو تایید بکنه تا این بلیط برای شما صادر بشه. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشید و اگر براتون مفید بود حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا آموزش‌های بعدی. خدا نگهدار.